بسم الله الرحمن الرحیم. Qadrli vatandaşlar, Uzbek dili millikun mübarek bulsun. Uzbek dili bu memleketinin arzışmand gencinelerdi biridir. Bu dilinin revacli nişi ve ravnaqi uçun lazım fırsatlarını farahem etişke müteahhitman. Otkan 5 yıl içinde Afganistan devleti imkan kadar bu tu garide münasip zemine lerine farahem kıldı. Ama bu unçilik yeterli emiz. Afganistan'da Pashto ve Dari Teleriya'da Uzbek dili âli jayga den berkhordar bulişi uçun telaş etimiz. Uzbek dili ravaçle nişe uçun anus ham tahsilat âli معرف و دولت اداره لردی مشکلات بار اما بو مشکلات حل بولیشی او چون هم قوی اراده میز بار گران ورور امرالله صالح جناب مسلمی جناب ابراهیمی جناب اتمرس مخصوصا در ازبکستان محترم صدر اعظم معاون وکیل صاحبان و وزیر صاحبان و خویند و اورون و دی مبارک ورځتا ښه راغلاست. هدف امروز ما تطبیق ماده 16 قانون اساسی ماست. قانون اساسی ما وضاحت کامل داره که تمام زبانهای افغانستان خاصتا ازبکی زبان ملی ماست. و سال گذشته ما افتخار از این داشتیم که قاموس زبان ازبکی را به دری و پشتو چاپ کنیم. یاد محمود کاشغری را زنده ساختیم. امیرعلی شیر نوایی که عکسش در اینجا به صورت درخشان می درخشه. هر کسی که به زبان ازبکی عشق داره دربار تیموری به هرات فراموش کرده نمیتونه. زبان چختای ازبکی را به زبان شیر همزمان با سرودن بزرگترین شعرها در زبان دری یک جا انجام داد و نام جاودان داره. اغشیت تیموک ضرورت لرو دزب او فرهنگ تاریخ ده. لزاکی سب او دوی لکورانی نمانه نکوم چه دو ازبکی دزب تاریخ چاپ که وی چیرل او طول افغانان تیور کرل او مال شخصا لغنه گته خیسته. مبارک باشه زاکی سب از زحمت های تا. هر اقدامی که در این بخش صورت میگیره وحدت ملی ما را و مناسبات منطقه‌ای ما را مستحکم‌تر ساخته میره. امروز جای افتخار است که از برادر گرامی رئیس جمهور محترم ازبکستان جلالتمآب شوکت میرزایوف نه تنها پیام آمده بلکه نماینده‌شان در اینجا حضور داره. yaşasın افغانستان ازبکستان دوستی. بعد از زیاده از 100 سال دوری امروز افغانستان و ازبکستان مناسبات ناگسستنی دارند. افغانستان که همیشه
با 5 کشور آسیای مرکزی روابط تاریخی، فرهنگی، اقتصادی داشته. امروز دوباره امرای 5 برادر و خواهر آسیای مرکزی خود در یک صف واحد قرار. روز به روز مناسبات ما قوی تر میشه او دیدی په نتیجه که هم د مرکزی آسیا ولس او هم د افغانستان ولس انشاءالله تعالی ورځ په ورځ ثبات او ښېګڼې خواته روان یو. ایموږ ازبکي ژبه، ایموږ د ارتباط او د وصل ژبه ده. افغانستان بسیار خوشبخت است که زبانهای ما کلش زبانهای وصل ماست. هر کدام از این زبانها هر چقدر دانش یک افغان از هر زبانش زیادتر شوه با مو اندازه نه تنها وحدت ملی ما قوی تر میشه، ارتباطات منطقوی ما قوی تر میشه. و در این روز خوشی باز هم جا داره ما بیانات خوده اول به تسلیت عمیق به مردم هلمند و غور و تمام شهدای افغانستان خاتمه بود. ما نمایندگی از ثبات، نمایندگی از هماهنگی با کسی کینه نداریم. فکر ما روشن، دلای ما پاک، آینده نگر است و آینده محور هستیم که چطور خشونت‌های میراثی را ختم کنیم. اونایی که به این خشونت‌ها دوام میتن در مقابل خداوند جل شانه و مردم افغانستان مسئول است. و از قوای امنیتی و دفاعی قهرمان مردم ما باید همیشه یادآوری و امتنان کنیم. افغانستان افغانا هویت میتن و همه ما در چارچوب جمهوری اسلامی افغانستان حقوق مساوی خود، حق انکشاف متوازن خود و حقوق تمام شهروندان افغانستان، خاصتا زنای افغانستان، جوانای افغانستان و گویندگان تمام زبانهای افغانستان دارا می باشیم. امروز اولین بار روز زبان ازبکی را تجلیل میکنیم. تجلیل باید تنها به مجلس نباشه، در عمل باشه. روز به روز باید این فرهنگ بزرگ ما هم ریشه‌های عمیق خود درک کنه و هم در آینده آثار را تولید کنه. مخصوصا سر جوانای ما متوجه خواهرای ما هستم. در بین خواهرای ما گوهرشاد میخوایم، در بین جوانای ما امیرعلی شیر نوایی. yaşasın Afganistan.